آیا می دانید که زیباترین مخلوقات خداوند کدام است؟ پس گوش کن. هر یک مخلوقی خداوند در روی این زمین آفریده است، خواه میمون است، خواه انسان است، خواه حیوان است، خواه چیزی دیگر، خواه ماهتاب است، خواه آفتاب. هر یک چیزی شکلی خود را دارد. نه ماهتاب از آدم زیبا شده می تواند، نه انسان از ماهتاب زیبا شده می تواند و به همین شکل قصه ای هست چنان است. عیسی ابن موسی از درباریان منصور خلیفه عباسی بود. در یک شب مهتابی مشغول با گفتگو با همسرش بود که در همین زمان به وی گفت: اگر از ماه زیباتر نباشی تو 3 طلاق هستی. این خبر به درباری خلیفه رسید. بحث و گفتگوها به اینجا انتها یافت که آیا به اثر این سخن طلاق واقع شد یا نه، چون که زن از ماه خوبصورت‌تر نمی باشد. در آخر عالمان فتوا دادند که طلاقش واقع گردیده است. در آن مجلس یکی از شاگردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حاضر داشت. فرشته از وی خواهش نمود که فکرش را در این باره عیان سازد. آن شاگرد بعد از گفتن بسم الله الرحمن الرحیم 3 آیت اول تیم را قرائت نمود و فرمود که خداوند انسان را احسن و تقویم فرموده است و مقصود از آن این است که انسان از هر مخلوق زیباتر می باشد. بنابراین زن از ماه زیباتر می باشد و در نتیجه طلاقش واقع نمی گردد. سرانجام همه از این طرز استدلال مطمئن گردیدند. در پایان برنامه تفسیر آیت تین را به شما تفسیر نمودیم که چنین فرمودند خداوند تعالی: لقد حق الانسان فی احسن تقویم، یعنی به تحقیق انسان را در زیباترین وجه‌ها از زیبایی خلق نمودیم. خداوند در وجود انسان 4 چیز را نهاده است که در سایر مخلوقات با یک وقت آنها را قرار نداده است و آنها را از: یکمین جسم زیبا، دومین روح می باشد، سومین صفت مالکیت، 4مین کشش محبت الهی. به خاطر همین صفات ارزنده است که انسان از زیباترین مخلوقات می باشد. با همین برحمتک یا ارحم الراحمین.